نام خدا. نه 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 سب کن. سلام. امروز اومدیم طبیعت بگیر اگه لحظه طبیعت رو. خب حالا منو بگیر، طبیعت اصلی اینجاست. میخوایم بریم بالا بعد بریم پایین. یه لوکیشن فوق جذاب داریم با چمنهای خاص، چمنهایی که فقط اینجا پیدا میکنه. غذاهای بردیم زیاد، یه دونه بدنساز با همون رو سیر کنیم. دعوت کن ازشون میاد. آره آقای بدنساز الان میاد، رفته یکم حالش خراب بود رفت میاد. با من بیایید لوکیشن رو ببینید. کاردیو فرار نکن از کاردیو. با ما باشید. آره برمیدارم. جاذبه های این بالا. آب رو میبینید، آب رو بگیر. آب تمیز. چی؟ ببین تمیز. بعد وقتی تمیز نیست. بیا تو دوربین حرف بزن. فکر کنم تمیز نبود. خوردی؟ لعنتت. ادامه میدیم گوه خوردم. خب اینجا هم نشون بده. اول کوه رو ببینید. اون درختای اونجا دور دست رو نشون بده. میخوایم بریم تو عمق اونا. واقعا؟ به خدا کدوم درخت؟ میخوای همون جایی که گفتم بریم؟ همینه، اینو بیا میتونی پایین. بریم. ما اینجا گیاه بومی جنگلای ملایر داریم. بخشید رشت کاج ملایر دولاسیا. آره ببینید اوناش میبینید میپاشه رو زمین و پخش میکنه. کاج دولاسیا. با ما تا آخر ویدیو همراه باشید. جنگل بیادید. کجا رفتی؟ منقل زیبا رو میبینید. الان چوب باید جمع کنید. بیاف بکار این برده نجامدی. بله آره
مصاحبه. بذار بگم بپزه خامه. فقطش خامه. الان اون پنجمیه کیه دقیقا؟ نیومد دیگه، جیم شد رفت. برای چی بشه؟ اینو خودمون میخوریمش. میبریم در خونه تحویلش میده. پول تق و زحمه میگیریم. بگم سیخ شکست ناراحت میشی؟ آشیه اوه خوردی. نه انقدرش باقی بود. خب درازه. چاقوی که دیدی چیه؟ الان راضی هم از حراره. راضی؟ آموزش بده دیگه بابا، قراره کانال آموزشی باشه اصلا. برشای مخصوصه میزنید. صبر برم نزدیک. 2 تا اینا، این 2 تا اینجا هم هر کدوم 2 تا میزنید. یاد اون یوتیوبر افتادم توی قایق ماهیگیری میکرد. بله. اوشون هم احتمالاً داره الان ویدیو هم میبینه. سلام میرسونم. آمریکاییه. پنیر رو میبینی آبش در میاد. آب آقای نیست. ریختن دوش. اینو بچرخونی. پنیر رو ببین دیوانت میکنه. اوه ببین انقدر اندرام دارم میخواد از این درخت بکشم بالا. ببین فقط کی آب نمیخواد بریم بعد میری خونه میشوری. شورت من نمیشه. نمیشه. حاتمی اینجا سفر تموم شد. بله. بریم برمیگردیم ارشیا رو برسیمش دستشوی اول. بابا نگو دیگه تو فیلم دهنه تو گاییدم. ارشیا رو بریم پارک اول. بریم پارک. بعد از ظهرم که زید بازی به راهه. آره نفری اون 2 تا 1/5 گولاخ هم احتمالاً بیان. واقعا نمیشه برگردوندش. حاجی قبلا تو گوشی سامسونگ میشد. میدونم چرا زیاد واقعیش میدم. یه ذره دیگه مونده. چه چاقوت دستت نگهش دارم. پشمون گرفت لباس. ببین میتونیم سوسیسا رو ورقای کوچیک بزنیم و بزنیم به سیخ ها ببین سوسیسا رو که زود درست شه. پنیری گرفتم خب. آها پنیری. یه چاقو میزنی حرارت میخوره به پنیر داخل میکنه